خب پس اینجایی ترس و شکاتو انداختی توی آتیش. برای من که همشونو بسوزونم. حالا من پا به مرکز این استادیوم میذارم با یه مشعل و یه گالون بنزین تو دستم. جلوی من یه جمعیت برهنه که پشتشون به دیواره. همونطور که میبینی من میان اتفاقاتم و در واقع من همه ی اتفاقاتم. آره من خودمو حل کردم. کنترل همه چی رو به دست گرفتم. منظورمو میگیری؟ عجیبه. من واقعا وجود دارم توی دنیای واقعی. من فکر میکنم و کاملا از برچسب‌ها آزادم. آره دنیای من احتمالات بی نهایتی داره بدون چرت و پرتای روزانه و کلیشه تلویزیونی، بدون حرف و شعارهایی که توسط دولت ها تحمیل میشه یا به وسیله یوتیوب یا با اینترنت با ارزشه. پس من اینجام، همینجا و واقعیم. الان زور زدی به صفحه کامپیوترت، ولی آیا اونجایی؟ آهای الو، اصلا راهی هست که بتونی اینو بهم ثابت کنی؟ پس به نظر میرسه تو وجود نداری و من وجود دارم. من همیشه یه چیزی برای گفتن دارم. تو چی داری که بگی؟ بهش فکر کن. کافه دمنوشه یکم چیپس بدین. چقدر شورش آور. یا عزیزم باید برم همون، اما در واقع میشینی رو کاسه توالت و به معشوقت پیام میدی یا خیلی از میخوام جغ میزنی. کل زندگی چیزی نیست جز دروغ، پر دعواهای خونگی، اعتیاد به اینترنت و بردهداری موبایلی. خب اشتباه میکنم. حالا بهم بگو حالا کاری کردی که واقعا خارج از چارچوب باشه؟ هیچ وقت. و میخوای بدونی چرا نمیتونی؟ چون خارج از منطقه امنته و تو توش بسته بندی شدی، انگار که توی کیسه پلیپروپیلن تقویت شده بسته شده. شما تیکه های گوشتین که بین برنامه های روزانتون رو کار فشرده شدین. نفر بعد تو صف لطفاً. یا من اشتباه میکنم؟ شاید اشتباه از منه. بگو راحت باش. برای مثال میتونی گوشی تو به یه آدم غریبه بدی؟ ها؟ حالا این سوال خوبیه. میتونی همین الان بری یا هارد درایو کامپیوترتو فرمت کنی؟ ترسناک نیست؟ خودتو خیس کردی نه؟ میدونی چرا این کارو نمی کنی؟ به خاطر این که مثل این میمونه بخوای خودکشی کنی. تو بدون این چیزا وجود نداری. تا حالا شده حتی یه کار رو برای خودت انجام بدی؟ آیا تا به حال به جای منتظر دستور بودن راه خودتو رفتی؟ فقط انجامش بده ها؟ پس به نظر میرسه من اونیم که واقعیه و تو فقط یه تجسم توسعه نیافته از تخیلات یکی دیگه ای. تو هنوز نقاشی نشدی. باید خیلی تلاش کنی اگه میخوای ثابت کنی که این قضیه برعکسه و اینکه بتونی خودت رو یه موجود زنده واقعی در نظر بگیری. و از همه مهمتر این یه بازی نیست، این یه